خب به نام خدا جلسه اول هنر ترید رو با هم دیگه داشته باشیم. در این سری ویدیوها قرار ازت یه هنرمند تریدر بسازم. قرار باورات رو نسبت به مارکت تغییر بدم. تا آخر این سری ویدیوها با من همراه باشید. کلی اتفاقات خوب قراره بیفته، بهتون قول میدم. بچه ها ببینید، ترید کردن، اول میخوام یک ذهنیت درست نسبت به شغل ترید کردن بهتون بدم. ترید کردن یه شغله، مثل بقیه شغلها. فارکس یا کریپتو یا بورس های خارجی و ایرانی نه شهر بازی هن، نه کازینو. نه شهر بازی برای تخلیه هیجاناتمونن، نه کازینو برای اینکه یک شبه ثروتمند بشیم. اینا جزو مباحث ابتدایی کاره. خب و افرادی که یک مقدار تجربه داشته باشن این حرفا رو میفهمن، ولی من کلیت جامعه تریدینگ رو دارم در نظر میگیرم و این ویدیو رو دارم میسازم. بچه ها اولین چیزی که میخوام اینو درک کنید اینه ذهنیتتون به کارهای دیگه چیه. ببینید، کارمندی، مالک بیزینس، کارگری، هر شغل دیگه غیر از ترید یه اختیارات محدودی داریم ما. خب یعنی چی؟ یعنی اگه کارمندی یه سری وظایف، مسئولیت هایی داری، اختیار عمل هایی داری، یا اگه کارگری یه سری وظایف، مسئولیت هایی داری، مالک بیزینس یه سری وظایف و مسئولیت هایی داری، اختیار عمل داری برای یه سری کارها رو انجام دادن تو اون حیطه کاری که داری. و این اختیار خیلی چیز مهمیه توی کارهای دیگه. و به صورت کلی بهتون اگه بخوام بگم، شما اختیارتون نامحدود نیست توی کارهای دیگه‌ای که غیر از ترید وجود داره. ولی اینجا چون اختیارات نامحدوده، ما فکر میکنیم، ذهنیتمون اینه که کار ما زدن یه دکمه خرید و فروشه. این وظیفه تریدر رو این میدونیم، در حالی که باز هم مثل شغل‌های دیگه ما اختیار عمل به اون صورت کاملی نداریم. یعنی این اختیاره داره به ما ضربه میزنه. من میخوام وظیفت رو بهت بگم. ببینید، این اختیاره اول باید محدود بشه. محدود به چی؟ محدود به استراتژی روانی و تکنیکالی. یعنی ما هر لحظه توی مارکت این اختیار عمل رو نداریم که وارد پوزیشن بشیم. ببینید، شغل‌های دیگه به این صورته که آقا یه استانداردی داره. مثلا میخوای کارمند یه شرکتی بشی، از شما یک سری استانداردها رو میخواد، بعد شما رو به عنوان کارمند شرکت استخدام میکنه تا یک سری اختیاراتی که بهتون میده رو انجام بدید. ولی مارکت فارکس یا کریپتو یا بازارهای مالی به صورت کلی هیچ گونه مدرک خاصی ازتون نمیخواد. شما با اختیار کامل، اختیار آزاد و با اختیاری که نامحدوده وارد بازار فارکس میشید و نه مدرک خاصی میخواد، نه علمی میخواد. یعنی برای ثبت نام توی بروکر از شما علمی نمیخوان، که یک سری مدارک رو آپلود میکنید برای احراز هویت و بعد شما به راحتی دسترسی دارید به بازارهای مالی. مارکت هم که انقدر گسترده، انقدر نمیخوام باور بد بهتون بدم، ولی اگر استراتژی روانی و استراتژی تکنیکالی قوی نداشته باشید، مارکت به شدت سخته و سود گرفتن ازش کار هر کسی نیست. یعنی فکر نکنید که با اختیار نامحدود وارد بازار فارکس میشید، قرار پول پارو کنید، قرار دلار پارو کنید. نه، این داستان کلا فانتزیه. به اینا اصلا نباید فکر کنید. مطمئن باشید 99% افراد که توی بازار بازنده هستن با این تفکر میان توی بازار که مارکت راحته، اختیار عمل دارم، آزادی زمانی دارم، آزادی عمل دارم و هر کاری بخوام میتونم انجام بدم. یه دکمه است دیگه، میزنم خرید و فروش، من سود میکنم توی بازار. و این کاملا فانتزیه، اصلا این وجود نداره. امکان نداره یک تریدر
بدون استراتژی روانی و استراتژی تکنیکالی قوی توی بازار فارکس به سود برسه. حالا حاشیه نریم، وظیفه شما که من دارم بهتون میگم اینه که اختیارتون رو از اون حالت نامحدود در بیارید، محدود کنید به استراتژی روانی و تکنیکالی و صبر کنید برای تشکیل ستاپتون که این مهمترین هنر ماست. برای چی این مجموعه ویدیوها رو اسمشو گذاشتم هنر ترید؟ چون قرار خیلی مطالبی رو بهتون بگم که اگه دقت کنید واقعا هنر میخواد صبر کردن، هنر میخواد طبق استراتژی روانشناسی و تکنیکالی که از قبل برای خودت تعیین کردی به اون متعهد باشی، به اون پایه‌بند باشی و طبق اون عمل کنی. این واقعا هنر میخواد توی لایو مارکت. بچه‌ها سایکل روانی معامله گری قبل و بعد ترید رو تو این اسلاید میخوام بهتون توضیح بدم. قبل از اینکه وارد اصلا بشینیم پشت سیستم، خب یک سری این سایکل رو باید طی کنیم هر روز تریدینگمون رو. کنترل روان و آماده سازی آیتم های زیادی داره که حالا من اینجا به 3 موردش دارم اشاره میکنم که به زعم من مهمترین موارد هستن. ببینید قبل از ورود به معامله و قبل از اینکه بشینید پشت سیستم باید چک کنید ببینید که آیا تغذیه و خواب مناسبی داشتم. این مربوط به هوشیاری ماست. یعنی اینکه من اگر تغذیه‌ام سنگین باشه خب خوابالو هم، اگر تغذیه‌ام کم باشه انرژی کافی برای تحلیل درست مارکت رو ندارم، باز هم هوشیاری پایین‌تری دارم و خواب هم به همین شکل. اگر خوابم کم باشه مناسب نباشه من نمیتونم اون هوشیاری کامل رو داشته باشم. و به صورت کلی بخوام این اولین مورد رو یک خلاصه بندی کنم اینه که این مورد مربوط به هوشیاری ما حین تریده و این مورد رو خیلی باید جدی بگیرید. دومین مورد تقویت اعتماد به نفسه. مارکت یک جاییه که قراره توش خیلی ریسک کنیم. مارکت اینجا هم اشاره شده عدم قطعیته، یعنی کامل داریم ریسک میکنیم. هیچ تضمینی برای اینکه ورود کردی به مارکت سود کنی یا نکنی نیست. ولی خب استراتژی اگه قدرتمند باشه میتونه بهت این اطمینان، این قوت قلب رو بده که قراره از مارکت سود بگیری. ولی این به این معنی نیست که بیای اعتماد به نفست رو به صورت کاذب ببری بالا. اعتماد به نفس در حالت تعادل باید باشه، یعنی نه اعتماد به نفس از یه حدی بیشتر نه از یه حدی کمتر. از یه حدی بیشتر باشه اعتماد به نفس باعث میشه که مدیریت ریسک رو رعایت نکنید، حجم‌های سنگینی رو وارد معامله کنید و خدایی نکرده با یک استاپ دو استاپ باعث بشه که یک مقدار بزرگی از سرمایه‌تون توی مارکت از بین بره و این باعث سرخورده شدن شما و پایین اومدن اعتماد به نفستون میشه که تو اسلاید بعدی قرار در موردش صحبت کنم. و اینجا این جمله رو ببندم که تقویت اعتماد به نفس یعنی که توی حالت تعادل با توجه به بک‌تستا، با توجه به شناختی که از خودت پیدا کردی، با توجه به آموزش هایی که دیدی، آماده سازی که قبل از ترید انجام دادی، این اعتماد به نفس رو توی حالت تعادل خودش نگه داری. حالا میرسیم به آمادگی ذهنی لازم برای سود و ضررهای احتمالی. قبل از اینکه اصلا تحلیلت رو انجام بدی باید خودتو آماده کنی در طول یک روز که آقا من قراره به فرض مثال ظرفیت ذهنی مثلا در طول یک روز 2% سرمایه‌مه. 2% سرمایه‌ام اگر از بین رفت یا 2% سرمایه‌ام اگر رشد پیدا کرد از مارکت قرار خداحافظی کنم. پس من با این آمادگی ذهنی میام توی مارکت و باید ببینید بچه ها باید به این جمله پایه‌بند باشید، هنرمند باشید. خب هنر کنید که به این قوانینی که برای خودتون دارید تعیین میکنید خیلی 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 پایه‌بند و طبق این اصول عمل کنید. حالا میایم
دومین سایکل ما، دومین مرحله از سایکل ما مارکت عدم قطعیت. با این دیدگاه تحلیل اصولی مارکت رو انجام میدیم. اگر ستاپمون دیده شد، خب ستاپمون دیده شد، میتونیم وارد معامله بشیم. حالا اینجا یه مثالی دارم، من میخوام اینو براتون به عنوان یک مثال توی ذهنتون اینو حک کنم که بچه ها بازار فارکس رو یک اتاق کاملا تاریک در نظر بگیرید، یک فضای کاملا تاریک در نظر بگیرید که بعضی از مواقع، ببینید دقت کنید، بعضی از مواقع یک چراغی روشن میشه و شما میتونید با روشن شدن اون فضا روزی خودتون رو، اون پولی که قرار از مارکت در بیارید رو از مارکت بکشید بیرون و بعد این چراغ خاموش میشه، میره برای ستاپ بعدی. یعنی چند لحظه بعد، چند دقیقه بعد، چند ساعت بعد، چند روز بعد حتی شاید ستاپ دیده میشه، دوباره این سیکل رو ادامه میدید. پس همیشه این چراغ روشن نیست. ما اختیار اینو نداریم که هر لحظه که نشستیم پشت سیستم با زدن دکمه خرید و فروش وارد معامله بشیم. خیلی کار آماتوریه و این قطع به یقین شما رو توی بلند مدت قرار ضررده کنه. ببینید بچه‌ها، اگر یک روزی رسید طبق ستاپ روانشناسی و ستاپ تکنیکالی خودتون عمل نکردید، اکثر مواقع قرار ضرر کنید. ولی اگر 1% سود گرفتید از مارکت، اینو از من یادگاری داشته باشید که اون سود به عنوان یک قرض از طرف مارکت به شماست و خیلی زود هم قرار پسش بدید. امکان نداره توی بلند مدت طبق یک استراتژی، طبق یک ریتم خاصی عمل نکنید و سودده باشید. یعنی امکان نداره. خب بچه ها، این مرحله دوم ما شد. گفتم طبق استراتژی که دیده شد، چراغی که براتون روشن شد که از قبل تمرین شده براش، وارد معامله میشید. ریسک معامله رو میسنجید. این برای چی هستش؟ برای اینه که اعتماد به نفس داشته باشید برای ورود به معامله. مارکت عدم قطعیت، ریسک معامله رو سنجیدم، حالا وارد پوزیشن میشم، بای یا سل. حالا دو حالت داره بچه‌ها اینجا، یا ما سود میکنیم یا ضرر میکنیم. در هر دو حالت ما موظف هستیم که از مارکت فاصله بگیریم. این میشه استراتژی روانشناسی ما. اینا رو من دارم بهتون توصیه میکنم که به خاطر سود و ضرر و به خاطر اینکه قرار حین ترید و بعد ترید، وقتی که سود کردید اون حس سرخوشی به وجود میاد و اعتماد به نفس میره بالا و حتی وقتی ضرر میکنیم قمار میگیره ما رو، آقا من باید پولمو برگردونم، اعتماد به نفستون از بین میره برای معاملات بعدی. توصیه میکنم که استراتژیتون این باشه که بعد از سود و ضررتون از مارکت فاصله بگیرید و این سایکل ادامه داره. حالا این شد قبل ترید و حین ترید. حالا بعد ترید چی میشه؟ گفتم از مارکت فاصله میگیریم، بعد دوباره میایم اول کار. حالا اولین مورد که کاری ندارم، اعتماد به نفسمون رو به حالت تعادل میاریم. یعنی چی؟ یعنی سود که کردیم یا اگه ضرر که کردیم توی معامله‌ای که انجام شده طی روز، حالا به خودمون میگیم که آقا مارکت عدم قطعیت، قرار نیست ستاپ بعدیم سود ده باشه یا ضرر ده باشه، چون امکان داره که ستاپی که گرفته شده ضرر بده. خب معامله بعدی طبق ستاپ معاملاتی، طبق استراتژی قدرتمندی که دارید بهتون داره ورود میده، به خودتون میگید، اعتماد به نفستون رو میارید در حالت تعادل، به خودتون میگید که آقا اشکالی نداره، فدا سرم، ضرر کردم، الان که دارم ستاپمو میبینم دوباره حق ریسک کردن دارم، چون اینجا ریسک معامله رو سنجیده بودم، با ریسک متعادل وارد مارکت شده بودم. حالا میبینم که آمادگی ذهنی برای سود و ضررهای احتمالی بیشتر رو دارم. اگر این آمادگی لازم رو داشتم، دوباره این سیکل رو ادامه میدم، ستاپ رو که دیدم ریسک معامله رو دوباره میسنجم و ورود میکنم به معامله و این سیکل رو در طول یک روز هی ادامه قراره بدیم.
در مورد این اسلایدم صحبت کردم، احساسات حین ترید و بعد ترید که سرخوشی و اعتماد به نفس بالا این سود کردن هستش و حین ضرر قمار و از بین رفتن اعتماد به نفس هستش. این مربوط میشه باز به اعتماد به نفس که من توی لایو تریدام همیشه گفتم بچه‌ها مهمترین المان روانشناسی برای معامله‌گر همین بحث اعتماد به نفسه. این جمله رو یادداشت کنید، بزنید جلوتون که آقا سودهای متوالی ما رو حریص میکنه، طمع‌کار میکنه، ضررهای متوالی ما رو ترسو میکنه و این مستقیما مربوط میشه به اعتماد به نفس ما که وقتی سود کردیم اون حرص و طمع برمون نداره، با اعتماد به نفس خودمون بگیم آقا موقعیت هایی که ستاپ من تشکیل بشه رو میزنم، قرار نیست هر لحظه وارد معامله بشم و اگه ضرر کردم باز این اعتماد به نفس منو کمک میکنه که این ترسم رو بذارم کنار، وارد معامله بشم طبق ستاپی که باز هم تاکید میکنم دیده میشه. هر لحظه ما اختیار اینو نداریم، اختیار عمل رو از خودتون کامل بگیرید، بدید به استراتژیتون. حالا راهکار ما چیه برای اینکه این اتفاقات نیفته بعد از سودها و ضررهای متوالی؟ میگم از مارکت فاصله گرفتن، حتی شده 1 هفته معاملاتی. بچه‌ها خیلی دقت کنید که مثلا میاد توی لایو ترید ما چند روز پشت سر هم تیپی میخوریم، این باعث میشه که حریص بشید، این باعث میشه که طمع‌کار بشید، حجمتون رو میبرید بالا و از سایکل معامله‌گری دور میشید. این باعث میشه که طبق استراتژی عمل نکنید و حجم معاملتون رو میبرید بالا و این واقعا براتون توی بلند مدت میتونه یک ضرر بسیار سنگین بده. یا حتی بعضی موقع‌ها شده که ضررهای متوالی داشتیم و افرادی که توی لایو بودن ترس برشون داشته که آقا احتمالاً معامله بعدی هم ضررده هستش، در حالی که یه معامله خیلی خوبه و نمیگیرن این معامله رو. این نکته هم بگم به خاطر لایو تریدمون و جلسه رو ببندیم. برای اینکه همگی کنار همدیگه سود کنیم و فرد مفیدی برای جامعه باشیم لطفاً حمایت کنید. بچه‌ها من عاشق این هستم که کمک کنم به دوستان که به سود مستمر برسن و یه فرد مفید باشم توی زندگی بقیه، چون ما تریدرها خودمونیم و چارت، کسی بالا سر ما نیست، برای کسی موظف نیستیم کاری انجام بدیم و 2 تا دکمه داریم و یه چارت داریم و میتونیم معاملاتمون رو انجام بدیم و سود کنیم و از مارکت بیایم بیرون. ولی خیلی دوست دارم فرد مفیدی باشیم، به همدیگه کمک کنیم در جهت پیشرفت همدیگه، چون اگر 1 نفر با دیدن ویدیوهای من به سود مستمر برسه، یعنی اینکه یک خانواده رو من تونستم از شرایط شاید بد نجات بدم یا از شرایط خوب به شرایط عالی برسونم و حس مفید بودن برای من به وجود میاد و افتخارم این خواهد بود که به این لول برسم که کمک کننده باشم برای افراد، همونطور که دارم لایو ترید هامو به صورت کاملا رایگان براتون ارائه میدم که دوستان کنار من سودده باشن و در بلند مدت سود به دست بیارن و کیف کنن. منم از این ور با دیدن هر $1 سودتون نمیدونید چقدر ذوق و شوق دارم برای اینا، با دیدن هر $1 سودتون انقدر خوشحال میشم که انگار $100,000 به دست آوردم. پس با هم دیگه بریم جلو. لطفاً حمایت کنید، سابسکرایب کنید، لایک و کامنت کنید. لایک و کامنت یادتون نره. بریم که بهتره کنیم جلسه بعدی رو، انشالله که مفید بوده باشه. یا علی بچه‌ها.